چرا میگن فردوسی پدر زبان فارسیه؟ واقعیت داره یا الکی بزرگش کردن؟ یا میگن فردوسی بود که با شاهنامه زبان پارسی را زنده نگه داشت، وگرنه زبان پارسی سالها پیش به فراموشی سپرده شده بود؟ برای درک درست‌تر این ادعا باید همراه با همای تاریخ برگردیم به زمان حیات فردوسی. زندگی این شاعر بزرگ برای خود من به شخص بسیار تأمل برانگیز بود، مخصوصاً پایان غم‌انگیز آن. تولد و خانواده فردوسی در سال 399 هجری قمری در روستای پاژ از توابع فارس خراسان متولد شد. مادرش فاطمه بانو از نسل سپهبدان مازندرانی بود و پدرش مولانا فخرالدین محمد از طبقه دهقانان خراسان بود. دهقانان در آن زمان به طبقه از جامعه گفته میشد که زمین‌های زیادی داشتند و جزء ثروتمندان محسوب می‌شدند. سمت پدر فردوسی هم ریاست دیوان مالیات بود. طبقه دهقانان در آن دوران با سیاست کاری نداشتند و بیشتر خود را سرگرم خواندن و سرودن اشعار کهن پارسی و تاریخ اساطیری کشور می‌کردند. فردوسی هم از کودکی به واسطه پدر و بزرگان خانواده با اشعار کهن زبان پارسی و تاریخ باستانی آشنا شده بود. سفر فردوسی در جوانی بود که فردوسی با الهام از همین ادبیات کهن اشعار رستم و سهراب و بیژن و منیژه را سرود. بعد از سرودن این اشعار بود که به فکر جمع‌آوری یک دیوان شعر کامل از داستان‌های کهن ایرانی و حکایت‌های تاریخی افتاد. در آن زمان شاهنامه ابومنصوری نسخه کاملی از این داستان‌ها محسوب می‌شد، اما در نتیجه جنگ‌های بسیار داخلی و خارجی که در ایران رخ داده بود و سوزانده شدن بسیاری از کتابخانه‌ها، این کتاب به شدت نایاب شده بود. فردوسی رخت سفر بست و در سراسر خراسان بزرگ به دنبال نسخه کامل این کتاب گشت. به هر شهری که سفر می‌کرد با بزرگان شهر به گفتگو می‌نشست و از زبان آنها بخشی از افسانه‌های تاریخی ایران را می‌شنید که کم کم داشت به فراموشی سپرده می‌شد. تلاش فردوسی برای یافتن شاهنامه منصوری موفقیت آمیز نبود. فردوسی بعد از این سفر طولانی به پاژ برگشت. وقتی به کوله باری از دست نوشته‌های خودش که در این سفر جمع‌آوری کرده بود نگاه کرد، فهمید این سفر بسیار هم موفقیت آمیز بوده. تولد شاهنامه. فردوسی شروع به نوشتن کرد. تمام داستان‌هایی که در سفرهایش شنیده بود را به نظم درآورد. نوشتن شاهنامه چنان او را به وجد آورده بود که دست از دنیا شسته و تمام روز و روزگار خود را در حجره کوچکش به نوشتن می پرداخت. روزها و حتی ماهها از خانه بیرون نمی رفت و از جامعه دور مانده بود. البته فقط نوشتن نبود، برای نوشتن هر خط از شاهنامه روزها تحقیق می کرد و در بین متون اندک به جا مانده از گذشته به دنبال دقیق ترین آنها می گشت. فردوسی اما در این دوران تمام دارایی خود را از دست داد. زمینها و املاکش در اثر عدم رسیدگی خشک شدند و مجبور شد برای پرداخت خراج و مالیات سالیانه همه را بفروشد. همسرش رودابه در تمام این سالها یار و یاور او بود، اما پسرش هوشنگ او را مرد بی تدبیری می دانست که تمام ثروت خانواده را برباد داده است. در عوض ابودلف که دوست هوشنگ بود علاقه زیادی به اشعار فردوسی داشت. او اشعار فردوسی را در مکتبخانه، قهوه‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها با لحن حماسی می‌خواند و طولی نکشید که به اولین نقال تاریخ تبدیل شد. اشعار فردوسی دهان به دهان در سراسر سرزمین پیچید. خوشنویسان از طریق خطاطی این ابیات برای خود کاسبی به راه انداخته بودند و نقالی به یکی از شغل‌های مردم تبدیل شده بود. بزرگان هم علاقه زیادی به این اشعار نشان می‌دادند و آنها را برای فرزندان خود می‌خواندند، اما شاعر اصلی این ابیات همچنان در سختی و تنگدستی روزگار را می‌گذراند. در سالهای پایانی نوشتن شاهنامه پسر فردوسی از دنیا رفت. مرگ فرزند فردوسی را به شدت رنجور و افسرده کرد، به طوری که سالها از نوشتن دست کشید.
حضور در دربار سلطان محمود غزنوی. بعد از به اتمام رساندن شاهنامه و در سن 70 سالگی بود که فردوسی به پیشنهاد یکی از دوستانش راهی غزنین شد تا شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی تقدیم کند. در طول مسیر به هر شهری که می رسید با استقبال مردم روبرو می شد. فردوسی تازه فهمید که آواز اشعارش تا کجاها رسیده و در بین مردم چه شهرتی برهم زده است. سرانجام فردوسی به محضر سلطان محمود رسید. در آنجا از 30 سال عمری که برای نوشتن شاهنامه صرف کرده بود صحبت کرد. سلطان محمود هم از او درباره هدف از نوشتن این کتاب پرسید. فردوسی هم گفت که عاشق فرهنگ کهن، آداب و رسوم و زبان پارسی است و هرچه نوشته به عشق همین زبان بوده است. سلطان محمود فردوسی را مرخص کرد و از وزیران خود خواست تا شاهنامه را مطالعه کنند و نظرشان را درباره آن بگویند. چند روز بعد وزیران نزد سلطان رفته و گفتند شاهنامه یک شاهکار باور نکردنی است. آنها از بی‌نظیر بودن کتاب گفتند و اینکه شاهنامه بیش از 6000 بیت دارد بدون حتی یک کلمه غیر پارسی. سلطان محمود دستور داد 30,000 سکه از خزانه بیرون بیاورند و برای فردوسی ببرند، اما وزیر سلطان مخالفت کرد و گفت این مبلغ بسیار زیاد است. سلطان هم جواب داد این مرد 30 سال برای این کتاب زحمت کشیده و هرچه داشته را در این راه خرج کرده است، بیشتر از این هم به او خواهم داد. اما وزیر بیخبر از پادشاه تنها 20,000 سکه برای فردوسی فرستاد، اما در راه افرادی که برای بردن سکه ها نزد پیرمرد روانه شده بودند وسوسه شدند و پولها را برای خود برداشتند با این خیال که کسی متوجه نمی شود. طولی نکشید که این افراد لو رفتند، دستگیر شدند و از آنها بازجویی شد. آنها هم از ترس محاکمه شدن گفتند که فردوسی خود از قبول هدیه فرمانروا سر باز زده و به همین دلیل سکه ها نزد آنها باقی مانده است. این چنین بود که سلطان از فردوسی خشمگین شد و حتی دستور دستگیری وی را صادر نمود. فردوسی اما غربتر از غزنین راهی طوس شده بود. در راه بازگشت هم با خیل عظیم دوستداران خود مواجه شد و ورودش در هر شهری با استقبال بزرگان آن شهر همراه بود. سرانجام فردوسی دست خالی به طوس رسید و باقی سالهای عمرش را در فقر و تنگ دستی سپری کرد. گفته می شود فردوسی از اینکه شاهنامه را به دربار سلطان محمود پیشکش کرده پشیمان بود و معتقد بود ارزش شاهنامه بالاتر از این حرفها بوده و باید آن را به فرد بزرگتری هدیه می کرد. دوستان فردوسی به او پیشنهاد دادند نامه‌ای برای عذرخواهی نزد سلطان محمود بفرستد تا شاید لطف رحمت شاه شامل حال او شود و بتواند هدیه‌اش را دریافت کند، اما فردوسی از این کار سر باز زد و گفت هرگز در مقابل هیچ پادشاهی سرخم نمی کند. فرجام فردوسی. سلطان محمود اما با گذشت چند سال فردوسی را فراموش نکرده بود. فردوسی را شاعر بزرگی می دانست و بالاخره تصمیم گرفت کوتاه بیاید و سوء تفاهم‌ها را کنار بگذارد. به همین منظور کاروانی با هدایای بسیار به طوس فرستاد، اما خیلی دیر بود. فردوسی سخت بیمار شده و در بستر مرگ افتاده بود. گفته می شود آخرین کلمات فردوسی به دوستان و همراهانش که گرد او جمع شده بودند این بود که از گناه و بدیها دوری کنید و به وطن و زبان مادری خود عشق بورزید. در پایان ازتون میخوام اگر به این شاعر بزرگ علاقمند هستید همین الان توی کامنت ها بنویسید فردوسی.